به خستودیا تقدیم میکنه. ساختمان منزل‌های استقامتی در موضع چهارباغ نویای خراسان وسعت یافته بیش از 50% منزل‌های استقامتی بنیاد و بامپوش کرده شدند. در محل ساختمان ستاد دائم عمل کننده فعالیت داشته در نقشه است که روزهای نزدیک خانه‌های ساکنان آسیب دیده پورا با جهاز ضروری مورد استفاده قرار داده شوند. گزارش خبرنگاران ما. همگی با سپری شدن بیش از یک ماه در موضع چهارباغ ناحیه خراسان یک روستای زیبا و نمونوی بنیاد گردید. با دستور خاص سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای قریب 70 عائله آسیب دیده منزل‌های استقامتی بنیاد کرده ایستادند که الکی در 50% آنها برداشتن دیوار و بامپوش کردن خانه‌ها به انجام رسیده است. کار در اینجا شدتناک جریان گرفته. ستاد دائم عمل کننده از حساب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان رفت عمل‌های سازندگی را تحت نظارت همیشگی قرار می‌دهند. در بنیاد خانه‌ها برای ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده ناحیه خراسان تشکیلات اداره‌های ولایتی گروه حشرچیان را روانه کرده همه‌جانبه به نیازمندان در رفت عمل‌های بنیادکاری کمک می‌رسانند. کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان بنیاد و کمک رسانی یک منزل استقامتی را بر دوش گرفته با جلب والنتیران از حساب اعضایان تشکیلات ابتدایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هر روز در اینجا فعالیت دارند تا قبل از مهلت معین شده منزل استقامتی را ساخته به صاحبش تحفه نمایند. کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان در اساس نقشه چاره‌بینی ها تصمیم گرفتیم که از روزهای اولی رسیدن ضرر به ساکنان و منطقه ضرر دیده ناحیه خراسان در یک جایگی با اعضایان حزب اینچنین در یک جایگی با والنتیران حزبی نزد کمیته های اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر و ناحیه های ولایت ختلان همه روزه سفربر کرده شده برای برطرف نمودن ضرر طبیعی کمک خود را به ساکنان این منطقه رسانیدند. باید قید نمایم که تا به امروز زیاده از 400 نفر والنتیران حزبی سهم خود را در آبادانی این موضع رسانیدند. به همین مانند دیگر خانه‌ها نیز پی هم قامت افروخته. امید است که هفته‌های نزدیک اینجا یک قریه زیبا و نمونوی بنیاد می شود. ساکنان ناحیه خراسان برای چنین توجه و کمک‌های همه‌جانبه حکومت جمهوری تاجیکستان قبل از همه به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سپاسگزاری می‌کنند. میناداری خود را بیان میکنیم که ما را همه وقت دستگیری نمودن، تنها نگذاشتن. روزهای سخت را ما هرگز خود را در روزهای سخت تنها ندیدیم. همین گونه گروه کلان حشرچیان از حساب جوانان آونگارد ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان به کارهای سازندگی جلب گردیده کمک خش را به چند عائله نیازمند دهات به نام صدرالدین عینی ناحیه خراسان دریغ نمی‌دارند. گروه آونگارد نزد ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان این تصمیم نوبتی را در تطبیق دستور و هدایت‌های حکومت مملکت و دستگیری اجتماعی ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده منفعت بخش می‌سازند. مقصد از تشریف ما در اینجا از این عبارت است که یعنی دستیاری رساندن به مردم آسیب زده و در کارهای ساختمانی یعنی سهم گذاشتن. متخصصان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان همین گونه حشرهای دستجمعانه را همه روزه تشکیل کرده کوشش می‌نمایند که پیش از مهلت معین گردیده خانه‌ها را بنیاد کنند. قوه‌های کاری با تمام لوازمات‌های ساختمانی تامین کرده شده است و اطمینان کامل داریم که در یک دوره مدتی کوتاه‌ترین همه خانه‌ها ساخته و استفاده داده می‌شوند.